همینجا میریم یک کم پیش میری یک جنگل است در پیش همون آمده بودیم به 2018 همون جنگل هم یک دختر آمده بعض موترسیکل های کلان از این موترسیکل ها مخترهی میره میبینیم اگر ما بود از اون یک استفاده میکنم بریم برای فایده کنم برای کپی در دامن شاو چیغایش هم میکشم یا چیغای تا میگه جواب چیغ نکنی چیغای کمی به هر کنفیک تن باورسی تا بیاری باسی وکی اگر دیگه شدیم از کوگشتی که نکن نه روان تو جدیدی هم میگه کلش چهار به اخو هستی اطرافان بلیت خمه ایران نه ویدیو چیز نمونده جواد تکلیف داره نفهمه کدیم عندهم کاش که تنها دارم که من تعمین میکنم جای این طرف هم خوب منظره است دریاچه هستن هوای تازه داره اینجا قبل را آمده بودیم لباسای محلی از یا بود لباسای محلی را میپوشتی کسکلا حالا به خاطر همین کرونا و چیزا را بند کنه میگه یک نفر به دیگه نفر کرونا انتقال نکنه بعضی چیزا وسایل‌های بود که از استفاده میشه بعضی چیزای مربوط به خود همین محلی فروخته میشه مکالای لباسای محلی بود پول میگرفتن لباسای محلی را میفروختی کلاه و صبرای تو عکس میکنی अभी अभी रिसेंट अभी रिसेंट मेरे को भी ऐसा लगा कि अभी ओपन होगा अभी रिसेंट और इसका किराया कैसा है इसका भी तो 1650 पर नाइट है और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हाँ लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो आपको फर्दर डिस्काउंट 7 डेज से 30 और क्या फैसिलिटी होगा में या और वाईफाई है और अभी किचन भी बना किचन بسیر جان دوستان شما کسایی که اندی را بلد است شاید فهمیده باشند این فعلا نو با کار آغاز کرده تا حالا کس ابھی کوئی مهمان بھی نہیں آیا नहीं आज से ही बुकिंग है फर्स्ट डे से आज फर्स्ट تا حالا هیچ کدام مهمان هم کس انتری نکرده اینجا نامدن است به خاطر که تازه با کار آغاز کرده
کسایی که با یک شب دو شب بگیره کرایش 1500 1600 است. باز کس اگر با زیاد بگیره 5 روز یک هفته باز کرایش تخفیف هم میتن، دیسکانت هم میتن. آشپزخانه‌ش هم زیر کار است و هم آغاز به کار میکنه. هر کوئی فسیلیتی تو وای فای. وای فای هم داره. تشکر. دوستان که میخوان برن اگر زیر رقم هتل باز میخواستن بگیرن یک چیز نوآوری است. میتونن از این استفاده کنن. Thank you. شما رقمی که میبینین این با این چیز جمپلای که در تول باکس موتر دبانات یا استفاده میشه این از مو استفاده کنن. وقتی که را بالا میکنی میتونی به اندازهش هم नहीं स्टॉप تا این اندازه بالا میشه و این مکمل از چوب ساخته شده چون اینجا سرد از چوب است اتاق گرم میباشه و داخلش یک دانه هواکش هم داره این طرف یک پینک داره این طرف هواکش داره و پکه داره